درود و شالوم متبارک باد نام یهوه خدای زنده خالق جهان هستی. دیروز یک پست توی یوتیوب واسهتون گذاشتم که آقا خداوند تر و خشک با هم دیگه نمیسوزونه. قراره یک اتفاقایی توی کل دنیا بیفته، ولی متاسفانه حالا یا خوشبختانه بره و گرگ با همدیگه دارن زندگی میکنن و تشخیصش واسه یه بره ها سخته که آقا کی بره است کی گرگه. واضح ترش انسان ها دارن با رپتایل ها و افعیزادگان و اجنه زندگی میکنن، چون انسان ها میتونن قابلیت اینو دارن که با جن با تاریکی ازدواج کنن و بچه به دنیا بیاد. الان بچه جن لابلای ایرانی ها خیلی زیاده، تو هر خانواده هم به نظر من یکی یا دوتا هست. خیلی کم پیش میاد توی خانواده ایرانی بچه جن نباشه. حالا وقتی که بخواد خداوند این بره‌های خودش رو جدا بکنه، چند هزار سال پیش به موسی گفت آقا من میخوام بیام بزنم اینا رو که بفهمن من خدا هستم، من یهوه خدا هستم. کاری که تو میری میکنی به انسانها میگی که آقا اونایی که انسان هستن، هر کی حرف تو رو گوش کنه انسانه. اونایی که انسان هستن یک بره میکشن، خونش رو چارچوب در خونه هاشون میزنن. من وقتی که بیام اینجا برای داوری میخوام رد شم از روی 7 قاره شما، بیام نزول کنم، بیام پایین رد شم، یک کمکی باهاتون بازی کنم. خون که ببینم میفهمم که این انسانه، این حرف منو گوش کرده. نخستاده هاشونو نمیزنم. خون نبینم مشخصه که اینا رپتایل و اجنه و این داست میزنم دیگه. بچه های نخست اینا رو میخوام بزنم که شما رو رها کنن، چون رپتایل ها و اجنه یک زمانی انسان ها رو گرفته بودن، الان هم دوباره گرفتن. فقط یک زمان، مدت زمان کوتاهی، زمان کوروش، نور حکمرانی میکرد و انسان ها آزاد بودن که دیگه باز اونم سقوط کرد. از همون موقع کلن دست اجنه و رپتایل ها داره زمین میچرخه. اوکی، حالا پس خداوند تر و خشک با هم نمیسوزونه. یکی رو فرستاد به نام موسی، گفت آقا این کارو بکنید که انسان ها جدا بشن، من میام رپتایلا رو فقط میزنم. الان دوباره بعد از 4000 سال این اتفاق افتاده. خداوند یک سریا رو از خواب بیدار کرده که بیاد پیام خداوند رو واضح به شما بگه. ما هم که میگیم خدای زنده جلال بر نام یهوه خدای زنده، چون خدای ما زنده است. خدای ما آنانوکیه. آنانوکی ها خالق انسان ها هستن، بال دارن و زنده هستن. صعود میکردن، میومدن اینجا، میومدن کشتی این داستان زیاد داشته. خیلی جالب و قشنگه. خدای ما دیدنی هم هست، میتونی فرکانس تو بیاری بالا ببینیشون. اوکی، دوباره میخواد بعد از 4000 سال بیاد یک کمکی قلقلک بده. انسانها رو، بره ها رو میخواد از گرگ ها جدا کنه، انسانها رو از رپتایل ها و افعیزادگان جدا کنه. این حرف رو، این پیام رو داده که آقا هر کسی که اون زمان گفت خون بزنید، چون هنوز پسرش رو نفرستاده بود قربانی کنه برای شما، مجبور بود به انسانهای اون زمان بگه آقا قربانی کنید، شما بره بکشید، خونشو بزنید به در و دیوارتون تا نجات پیدا کنید. ولی 2024 سال پیش خداوند یه قربانی فرستاد، یهوه خدا، که دیگه یه قربانی اینجا به شما بده که دیگه اگر به اون ایمان بیارید نجات پیدا کنید و اینجا اگر بخواین رو زمین زندگی کنید مثل انسان زندگی بکنید، اگر هم که نه که بخواین برید حیات جاودان، فقط خون پسرش دیگه قربانی که خداوند واسه شما فرستاده نجاتتون میده. الان چون دوباره میخواد یکم بیاد رد بشه، برای که قاطی پاتی شدین شماها، هی با این اجنه ازدواج کردید و بچه دار شدید. اون زمان گفت خون بزنید، الان باید نام خداوندتون و نام پسرشو بزنید. بعد روی سردر خونه هاتون، اونایی که انسان هستید و حرف منو دارید میشنوید، این ویدیوها و پست‌ها ملکی و شانسی و اتفاقی به دستتون نمیرسه. خداوند داره میگه آقا بزنید سردر خونه هاتون جلال بر نام خالق جهان هستی یهوه که هیچ نام دیگری نداره. زیرش هم می نویسید جلال بر نام مسیح
پسر خدا که با خون خودش گناهان ما رو خریده، قربانی خداوند، کفاره گناهان انسان ها. دیگه شما میشید اوکی، تضمین و هیچ مشکلی واسهتون پیش نمیاد. اگر هر اتفاقی بیفته، بهتون تو پست قبلی گفتم که اگه بمب اتم هم خورد کنار خونتون، هیچ اتفاقی واسه شما نمیفته. اینو من نمیگم، اینو یهوه خدا میگه. حالا میخوام واسهتون آیه کاملش رو بخونم که مرگ نخستاد 2 صفحه است. قشنگ گوش کنید چون باید بشنوید. این مطالب از شما 1400 سال مخفی شده، یک کتاب دیگه واسه شما آوردن با زبان یک کشور دیگه، با یک فرهنگ دیگه که اصلا شما اونقدر خیلیاتون در فرکانس گاو هستید اصلا نمیفهمید چی میخونید. ولی من فارسی زبان اجدادی پدری شما رو، چون عبرانی هستید شما، ایرانی نیستید که، شما عبرانی هستید، میخوام واسهتون بخونم، هم با خداتون آشنا بشید، هم جریان اتفاقی که افتاده 4000 سال پیش رو باید بدونید. شما این حق طبیعی شماست، باید انتخاب کنید. پس 2 صفحه است میخونم، قشنگ گوش کنید. اونایی هم که باید ببینن و گوش کنن، وقت میذارن میبینن و گوش میکنن، چون اتفاقای عظیمی قراره رو زمین بیفته و شما باید بفهمید چه اتفاقایی قبلا افتاده برای اجداد شما و الان هم ترکشاش دوباره همتون رو میگیره اگر گوش نکنید، نفهمید که خداتون کیه. مرگ نخستادگان. خداوند به موسی گفت یک بلای دیگر نیز به فرعون و بر مصر. وقتی که ملخ و وزغ و مگس و دریا رو خون کرد و 1000 تا بلا سر اجنه و رپتایل ها در آورد، حالا ادامه میگه خداوند به موسی گفت یک بلای دیگر نیز بر فرعون و بر مصر خواهم فرستاد. پس از آن شما را رها خواهند کرد تا از اینجا بروید و چون چنین کند شما را کاملا بیرون خواهند راند. به قوم بگو هر مرد از همسایش و هر زن از همسایش اشیاء نقره و طلا بخواهد. یعنی همینطور که دارید میرید بیرون، از همسایه‌هاتون هم اونا اجنه هستن، از اجنه میگین آقا طلاهاتون هم باید به ما بدید، نقرهاتون هم باید به ما بدید، پسندازاتون رو باید به ما بدید، وگرنه خدا رو میگیم اینا نگاه پدرتون ترسیده بودن. حالا خیلی جالبه، خیلی قشنگی، گوش کنید. طلا و نقره بخواهید از همسایگانتان. خداوند نظر لطف مصریان را، اجنه و رپتایل ها را نسبت به قوم برانگیخت و خود موسی نیز در سرزمین مصر از احترام بسیار در نظر خادمان فرعون و مردم برخوردار بود. پس موسی گفت خداوند چنین می‌فرماید نیمه های شب در سر تا سر مصر بیرون خواهم آمد. هر نخستزاده که در مصر باشد خواهد مرد، از نخستزاده فرعون که بر تخت می نشیند تا نخستزاده کنیزی که کنار آب آسیاب نشسته، و نیز نخستزاده تمام چارپایان همه خواهند مرد. نخستزاده تمام حیوانات و پرنده ها و همه رو میخوام بیام بزنم تو این 7 قاره. آقا میخوام بزنم. در سر تا سر مصر چنان گریه و شیونی برپا خواهد شد که نظیر آن هرگز شنیده نشده و نخواهد شد. الان 4000 سال گذشته، مثل اون روز هنوز مثل اون شیونا شنیده نشده. ولی در میان قوم اسرائیل فرزندان یهوه خدا بین انسانها حتی سگی به انسان یا چارپا پارس نخواهد کرد، قطره خونی از دماغ هیچ کدومشون نخواهد آمد. آنگاه خواهید دانست که خداوند میان مصر و اسرائیل فرق میگذارد، یعنی بین اسحاق و اسماعیل فرق میگذارد، یعنی بین خیر و شر فرق میگذارد. اینا دارن اعمال خداوند رو انجام میدن، یک سریا نمیدن، فقط شبیه انسانن، روحاشون تسخیر شده شیطان، خدای دروغین درست کردن، یک خونه سیاه درست کردن و مردم رو به بت پرستی دعوت کردن. فرق میگذارد. همه این خادمانت نزد من خواهند آمد
و در برابرم تعظیم کرده خواهند گفت تو و تمامی قوم تو را پیروی می کنند. تو و تمامی قومی که تو را پیروی می کنند همگی از اینجا بروید، آنگاه از اینجا خواهم رفت. موسی پس از این سخنان خشمگینانه فرعون را ترک کرد. یعنی این سخنان رو داشته به فرعون می گفته. خداوند به موسی گفته بود فرعون به شما گوش نخواهد سپرد تا علامات من در مصر افزون شود. موسی و هارون همه این علامات را در برابر فرعون به ظهور رساندند، اما خداوند دل فرعون را سخت ساخت و او نمیگذاشت قوم اسرائیل سرزمین او را ترک کنند. پس همه چیز دست یهوه خداست دیگه. الان هم خامنه ای رو قلبشو خداوند سخت کرده، هی میگه نه، که میخواد بزنشون. تو پست قبلی بهتون توضیح دادم اینا رو. حالا گوش کنید. خداوند در سرزمین مصر به موسی و هارون گفت این ماه برای شما سر ماه‌ها، یعنی اولین ماه سال، یعنی فروردین، اولین سر این ماه باشد. گوش کن، میگه این ماه برای شما سر ماه‌ها، یعنی اولین ماه سال باشد. یعنی اولین ماه سال سر باشه بر تمام ماه‌های دیگه. به همه جماعت اسرائیل بگویید در روز 10 این ماه هر مرد باید بره‌ای برای اهل خانه‌اش برگزیند، برای هر خانوار 1 بره. اگر شمار این افراد خانواری برای 1 بره کم باشد، بره را با همسایه مجاور خود قسمت کنند. یعنی هر 2 خانواده 1 بره. و تعداد افراد را در نظر بگیرند. بر حسب مقداری که هر کس میخورد باید بره را حساب کنند. بره شما باید بیعیب باشد و نرینه 1 ساله. از گوسفندان یا بزها آن را بگیرید تا روز 14 این ماه از آن نگاهداری کنید. یعنی 13 به در بعدش 14 ماه نگاهداری کنید. و هنگام عصر تمام جماعت اسرائیل بره‌های خود را ذبح کنند. حالا گوش کنید. آنگاه مقداری از خون را گرفته آن را بر 2 تیر عمودی و بر سردر خانه‌هایی که در آن به خوردن آنها مشغولند بمالند. گوشت را همان شب بر آتش کباب کنند و تا نان و با نان بی خمیر مایه و سبزیجات تلخ بخورند. گوشت همون حیوانی که دارید قربانی میکنن. گوشت را خام یا آبپز نخورید، بلکه آن را با کله پاچه و درون شکمش روی آتش کباب کنید. چیزی از آن را تا صبح نگاه مدارید و اگر چیزی تا صبح باقی ماند بر آتش بسوزانید. یعنی همه‌شو باید بخورید. هر چیشو نتونستید بخورید دیگه رو آتش بسوزونید. به به که چی حرفایی میزده خداوند به اجداد ما. او هزاران سال از اجداد ما محافظت میکرده و ما رو الان به اینجا رسونده. آن را بدین گونه بخورید. کمربندهای خود را ببندید، کفش بپا کنید و عصا به دست بگیرید. شتابان بخورید که این پسخ خداوند است. در همان شب من از سرزمین مصر عبور خواهم کرد. یعنی 13 به در 14، یعنی روز فردای 13 به در همان شب من از سرزمین مصر. این جشنایی که دارید میگیرید برمیگرده به 4000 سال. اینا همش توش داستانایی داره که شما نمیدونید. گوگلی مگولی ها از شما مخفی کردن. این کتاب تورات مال 4000 سال پیشه. تمام این قانون و قوانین مال 10 فرمان موسی است، مال یهوه خداست که از شما مخفی کردن و هیپنوتیزمتون کردن که متوجه نشید. شتابان بخورید که این پسخ خداوند است. در همان شب من از سرزمین مصر عبور خواهم کرد و هر نخست‌زاده را در سرزمین مصر اعم از انسان و 4 پا خواهم زد و بر همه خدایان مصر داوری خواهم کرد.
من خداوند هستم. آن خون نشانه‌ای خواهد بود برای شما بر خانه‌هایی که در آن به سر میبرید. خون را که ببینم از شما خواهم گذشت. خون را که ببینم از شما خواهم گذشت. و آنگاه که مصر را بزنم کوچکترین بلایی بر شما نخواهد آمد. این روز برای شما روز یادبود باشد. در آن برای خداوند عیدی نگاه دارید. نسل در نسل آن را به عنوان فریضه‌ای ابدی جشن بگیرید. تا 7 روز نان بی خمیر مایه بخورید. همان روز اول خمیر مایه را از خانه‌هایتان بزدایید. زیرا از روز اول تا روز 7 هر که چیزی با خمیر مایه بخورد باید از میان اسرائیل منقطع شود. در روز اول محفل مقدس تشکیل دهید و نیز در روز 7 در آنها به هیچ وجه کار نکنید. همین جریان هفته 7 روزه و شبت، جمعه الان شده 6 روز کار میکنید و روز 7 استراحت میکنید، روز شبت کار مکنید مگر برای تهیه غذایی که هر کس باید بخورد. این تنها کاری است که میتوانید انجام دهید. عید فطیر را نگاه دارید، زیرا در این روز بود که لشکرهای شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم. این روز را به عنوان فریضه ابدی نسل در نسل نگاه دارید. در ماه اول از شامگاه روز 14 در ماه اول از شامگاه روز 14 تا شامگاه روز 21 نان بی خمیر مایه بخورید. تا 7 روز نباید در خانه های شما اثری از خمیر مایه باشد. هر که چیزی با خمیر مایه بخورد باید از جماعت اسرائیل منقطع شود، خواه غریب باشد خواه بومی باشد. هیچ چیز که با خمیر مایه تهیه شده باشد نخورید. هر جا که زندگی میکنید نان بی خمیر مایه بخورید. اینا قوانینی بوده که خداوند داده به انسانها اون زمان. آنگاه موسی همه مشایخ اسرائیل را گرد آورد و گفت بروید و بره‌هایی برای خود بر حسب خانواده های خود بگیرید و پسخ را ذبح نمایید. بر حسب خانواده های خود بگیرید و پسخ را ذبح نمایید. دسته ای از گیاه زوفا گرفته در خونی که در تشته از فرو برید و بر سردر 2 تیر عمودی در خانه های خود بمالید. حالا میخواست ایمان داشته باشن گوش کنن. حساب بکنید یک عده انسان ما بین رپتایل ها تو یک کشور دارن زندگی میکنن، خداوند میخواد اون کشور رو بزنه. بعد به یکی میگه، به موسی نامی که هیچ کس ندیده خدای موسی رو، هنوز خود موسی هم ندیده بود، فقط باهاش صحبت کرده بود. بعد اون مردم اسیر و زندانی و برده و باید ایمان داشتن، به حرفش گوش میکردن، ایمان داشتن، میدونستن که این کلامی که موسی داره میگه کلام خداست، الان هم پر از قدرته، پس گوش کنید. بر سردر خانه های خود بمالید. هیچ یک از شما تا صبح از در خانه خود بیرون نرود، هنگامی که خداوند میگذرد تا مصریان را هلاک کند. خونی را که بر سردر 2 تیر عمودی در اصل خواهد دید و از در آن خانه خواهد گذشت. خیلی بالا، خیلی قشنگه. به به به، جلال برنامه زیبای یهوه خدای زنده. و اجازه نخواهد داد که هلاک کننده به خانه هایتان درآید. و خداوند اجازه نخواهد داد که هلاک کننده به خانه های شما بیاد. اون خون میشه سپر، یک حاله دور اون خونه ها انگار توسط فرشته های خداوند نورانی میشده، کشیده میشده،
فقط خونه هایی که تاریک و سیاه بوده میدونستن اینا خونه های اجنه و رپتایل ها و میزده، نخستزاده ها رو همه رو زده. بر شماست که این آیین را به عنوان فریضه ای برای خود و فرزندانتان تا به ابد نگاه دارید، چون وارد سرزمینی شدید که خداوند آن را به شما وعده داده است، ایران، نفت و گاز و بنزین و اینا. این عبادت را به جا آورید. اگر فرزندان نتان از شما پرسیدند که معنای این عبادت چیست، بگویید این قربانی پسخ برای خداوند است که در مصر از خانه‌های بنی اسرائیل حفاظت کرد، از انسانها، از ایرانیها، از آریاییها، از ژن برتر آنانوکیها حفاظت کرد. آنگاه که مصریان را زد ولی خانه‌های ما را رهایی بخشید. اجنه رو زد ولی انسانها را نزد. آنگاه قوم خم شده سجده کردند. این حرفا رو که موسی داشت به اونا میزد، همه قوم خم شدند سجده کردند. بنی اسرائیل هر آنچه را خداوند به موسی و هارون فرمان داده بود به تمامی به جا آوردند. ایماندار بودند دیگه، خدای زنده رو میشناختند. نیمه شب شد. نیمه شب خداوند همه نخستزادگان سرزمین مصر را از نخستزاده فرعون که بر تخت می نشست، یعنی از پادشاهشون بگیر، تا نخستزادگان زندانی، یعنی زندانیانی که در سیاه چال بودند، و نیز نخستزاده های همه چارپایان را زد. یعنی حتی اونایی هم نخستزاده های کسانی هم که تو سیاهچاله ها، تو زندان ها بودن، از حیوانات و پرنده ها و چرنده ها همه رو زد، غیر از انسان ها، غیر از آنانوکی ها، ژن برتر، آریایی ها. فرعون و همه خادمان و تمامی مصریان شب هنگام بیدار شدند و صدای شیونی بلند در سر تا سر مصر برخاست، زیرا خانه‌ای نبود که کسی در آن نمرده باشد. خانه‌ای نبود که در اون کسی نمرده باشد. تو تمام خانواده‌ها، تو هر خونه یکی مرده بود به یک شب. هیچ اتفاقی هم واسه شون نیفتاده بود. شب سالم خوابیده بودن، صبح مردن. به 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 به. قدرت های خداوند اینطوری بوده از قدیم الایام. یهوه خدا اینا ایرانی ها، شما که الان میدوید مثل ربات میرید قبر پرستی و جنازه پرستی میکنید، از یهوه خدا بترسید. ترس خدا رو تو دلتون داشته باشید که این خدا، من دارم در مورد این خدا باهاتون صحبت میکنم. اون گوزویی که به شما معرفی کردن قدرتی نداره، واسه همینم همش داره میزنتون و مال اموالتون رو دزدیده، نفت و گاز و بنزینتون رو دزدیده، ماست هم نمیتونید بخورید چون فرزندان شیطان هستن. ولی شما دعا میکنید، دعاتون شنیده نمیشه. این خدایی که به شما معرفی کردن خدا نیست، بته. زیرا خانه‌ای نبود که کسی در آن نمرده باشد. شبانه فرعون موسی و هارون را فرا خواند از ترسش وقتی بچهش مرده بود و گفت برخیزید و از میان قوم من بیرون روید، هم شما و هم جمله بنی اسرائیل، همتون برید دیگه آقا، بسه. بروید و خداوند را همان گونه که گفتید عبادت کنید. گله ها و رمه هایتان را هم بردارید و بروید. برای من نیز طلب برکت بطلبید. از ترسش دیگه دید اوضاع خرابه، گفت آقا برید دست خانواده‌تون و قوم بنی اسرائیل رو بگیرید و برید، تمام گاو و رمه و ایناتون هم ببرید، طلا و نقره هم هر چی میخوام بهتون میدم آقا، جون مادرتون، برید دست از سر ما بردارید، برای منم طلب خیر و بخشش کنید از خداتون. این خدای من فرعونم تا حالا ندیدم همچین خدایی، دفعه اول اینطوری داره میزنمون. اومده بود یهوه خدا
اومده بود خداهای اینا رو هم داوری کنه بزنه دیگه. میگفت مگه شما نمیگین شما خدا هستید و خداتون بگو نجاتتون بده، چرا نجاتتون نمیدین؟ نه همشون ترسیدن، قوم بنی اسرائیل رو رها کردن. حالا عزیزان من دوباره دارم به فرزندان اسرائیل، به فرزندان یهوه خدا، به فرزندان ابراهیم، اونایی که نام خداوندشون یهوه است، الان 4000 سال از اون زمان گذشته، 2000 سال حدوداً بعد از اون جریان خداوند یه قربانی برای ایرانی ها فرستاد به نام مسیح، عیسی مسیح، که تو تورات موسی هم در موردش صحبت کرده بود. نجات بخش بشریت، پسر خدا. این خداوند که میاد روی شهرها رد میشه جسم داره دیگه، نامرئی نیست، یک چیزیه که موسی باش صحبت میکرده. خب وقتی که موسی باش صحبت میکرده یک پسری هم داشته خداونده دیگه. اون پسرشو 2000 سال بعد فرستاد که هر کسی به خونش ایمان بیاره نجات پیدا کنه. مسیح هم گفته بود که آقا قدرت بر زمین و آسمان به من داده شده، چون من اومدم گناهان شما رو بخرم، نیومدم اینجا داوریتون کنم. حالا حوصله چرندیات شما رو هم گفته بود ندارم، هر کی دوست داشت حرف منو گوش کنه، نان حیات من هستم، هیچ راه دیگری وجود ندارد، هر کسی که به من ایمان بیاره وارد حیات جاودان میشه. خب خداوند این پسره رو فرستاد، از خون خودش بود. مسیح هم میگفت آقا من جایی که میرم شما نمیتونید بیاید، چون داشت میرفت جای پدر، میگفت من دارم میرم جایی که اون کسی که منو فرستاده دارم میرم جای همون. حالا خداوند دوباره میخواد یه گوشمالی بده. اونایی که انسان هستن، فرزندان ابراهیم هستن، سردر خونه هاتون حرف منو گوش کنید، این کلام خداست. بزنید جلال بر نام یهوه خدای زنده، جلال بر نام مسیح قاضی و داور سیاره زمین، نان حیات که هیچ راه دیگری جز پسر انسان وجود ندارد. همین رو سردر خونه هاتون بزنید. اگر یک قطره خون از بینیای شما افتاد، بعد بیان هر چی خواستید به من بگید. اونایی هم که این کار رو نکنن به زودی میرن جای نخست‌زاده های فرعون که اون خون رو به در سردر خونه هاشون نزده بودن و حرف یهوه خدا رو گوش نکرده بودن. حالا میگید نه، جوجه رو آخر پاییز میشمارید.